بعد تجدید ساختار خوجگی قشلاق و در زمینه خوجگی‌های جماعی تشکیل نمودن خوجگی‌های خرد دهقانی و انفرادی زمین صاحب اصلی خش را پیدا نموده ثمرانوکی آن افزون گردیده است. کشاورزان شهر ترسونزاده استفاده عاقلانه زمین را به راه مانده با برداشت 2-3 حاصل در یک موسم سطح زندگی خود را بهتر گردانیدند. سهامداران خوجگی‌های خرد و میانه اینجا بعد تشکیل نمودن خوجگی همساله اجرای نقشه دورنما را تامین نموده در زمینی در اختیار داشتهشان نوع‌های گوناگون محصولات خوجگی قشلاق را پرورش می‌کنند و کوشش می‌کنند که در امنیت آذوقه‌واری مملکت سهمگذار باشند. در جماعت دهاتی ما زیاده از 95 هکتار زمین ها کشتی پیاز کش کرده بودند. امروز ها باشد جمعواری پیاز سر شدگی زیاده از 25-30 هکتار زمین ها جمعواری شده ایستادند. اصلا جمعواری پیاز را برای تامین نمودن بازار شهر دوشنبه، شهر ترسونزاده و بیرون از کشور صادرات کرده ایستادند. امروز حاصل پیاز بیاد خوب شدگی است. امسال از 1 هکتار 450 سلندر قریب زیاده حاصل گرفته ایستادند. بعد از کشت پیاز دیم کشت تکراری شده مکدان کش میکنند. بعد بعضی هاشون مشت شالی کش میکنند. دهقانان با مساعد آمدن آب و هوا باوری دارند که امسال نیز چون سالهای پیشین حاصل فراوان به دست میآورند و در پسروی نرخ محصولات کشاورزی در بازارهای مملکت سهم خویش را میگذارند. استفاده ثمراناک و عاقلانه زمین یکی از عامل‌های برداشت حاصل فراوان و بهتر گردن سطح زندگی کشاورزان محسوب می‌یابد. به این خاطر کشاورزان این منطقه می‌کوشند وابسته به امکانیت در یک موسم از 2 تا 3 حاصل رویانند. در جماعت ما همگی زمین 1512 هکتار زمین داریم. ای همین 40 هکتارش للمیه. ما امسال گندم 776 هکتار گندم کردیم. حاضر گندم قریب 200 هکتارش غون کردیم. 1 هکتار قریب 40 سنتینر غله داده شده. پیاز 205 هکتار کردیم. پیاز همش غونشنی کردیم. هکتارش قریب 500-450 سنتینر یعنی 1 هکتار 45-50 تن داده شده. پیاز ما تمام کردیم. با جای پیاز کارتوشکا حاضر پالیزی کرده شدیم. شالی کردیم. انا با کشتی تکراری دوام داره. از روی معلومات‌های ریاست کشاورزی شهر ترسونزاده امسال خوجگیداران خرد و میانه در زمین‌ها کشتی تکراری گذرانده در آن پمیدور و بودرینگ، شالی، جواری مکه، آفتابپرست و دیگر نمود زراعت‌ها کشت می‌نمایند. گزارش خورشید حلیموف، صاحب‌نور عبدالرسول، فیروز میرزویف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.